بگذار یک نام ناتکرار داشته باشد در هر گوشه و کنار. این مردمی ما عادت کردن یک نام ماده میشود و همه چند میزنن همه نام نامگذاری میکنن. خب از من سوال کردن که عمر ابن عبدالعزیز کیست که مسجدی محله خزان و نام او نامگذاری شده است؟ این چی شخصیت است؟ باور کنید شاید اکثریت ما و شما نشستگان درباره عمر ابن عبدالعزیز یا اصلا معلومات نداشته باشیم یا شاید نامش شنیدیم، اما از تاریخ زندگی و از فعالیتی و از عملهای خیر و نیکی که برای مسلمانان و برای اسلام عزیز انجام داده است بیخبر باشیم. امروز انشاءالله در موضوع عمر ابن عبدالعزیز صحبت میکنیم. بعدا هم یادتان باشد 2 سال قبل از این بعضی صحبت‌های تاریخی داشتیم و در موضوع حیات و فعالیت خلافت حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر فاروق با شما صحبت کرده و وعده کرده بودیم که اگر امکان شود برای زمان خلافت حضرت عثمان بن عفان و حضرت علی بن ابی طالب هم با شما صحبت ها خواهیم داشت. انشاءالله سلسله صحبت های تاریخی خود را از فرصت استفاده مونده وقت بسیار مساعد است ادامه خواهیم داد. خب امروز در اطراف اسم عمر بن عبدالعزیز صحبت ما دایر می‌گردد. قبل از او که درباره تولد این جوانمرد، خدمت‌های این جوانمرد و شما صحبت کنم، می‌خواهم همراه شما یک سیر تاریخی کنیم و زمانی اندک قبل‌تر پیشتر از تولد این بزرگمرد و زمان عمر فاروق امیر المؤمنین اعدل امرا رضی الله عنه. بار حضرت عمر شبانه در کوچه های مدینه میگشت. عادت داشت حضرت شبانه از نفس زیادی شب بیدار خوابی میکشید و در کوچه ها میگشت. مبادا بر کسی یکان ظلمی نرسد، مبادا شخص احتیاج و یک خدمتی نداشته باشد و کمک میکرد. اون زمان ولی همین مسئله شرطی و پولیس و امثال اینا ولی ترقیزی نشده بود. جوانمردای مسلمان در جهاد بودند، در جنگ بودند، در اطراف و اکناف مملکت با مشرکان می جنگیدند، اسلام در عالم انتشار می نمودند. از این خاطر حضرت عمر برای حفظ پاسداری بیوزنان و یتیمان شب خواب نمیکرد تا صبح در کوچه های مدینه سیرگشت میکرد، از احوال مردم باخبر شده. بار حضرت مانده شد. والا یک خرسنگ نشست که اندک استراحت کنم. از داخل همه خانه صدای را شنید. یک زن و دخترش نصیحت داره که یا بنی امزق اللبن بالماء، گفت دختر جان در شیر آب انداز تا اینکه زیادتر شود، وقتی که فروختیم یک سوی زیادتر برسه داریم. در جواب دخترش گفت یا اما کیف امزق وقد نهى امیر المؤمنین عن المزق. مادر جان گفت چه من آبش باندازم؟ تو مگر امری امیر المؤمنین نشنیدی؟ امیر المؤمنین حضرت عمر است. اولین امیر المؤمنین، اول شخصی که با او یا امیر المؤمنین گفته مراجعت کردن در تاریخ حضرت عمر است. تو گفت نشنیدی که امیر المؤمنین امر کرده است، منع کرده است از آمیخته کردن شیر با آب؟ تو از سیاست امیر المؤمنین نمیترسی؟ مادر گفت این الناس یمزقون فامزقی و ما یدری امیر المؤمنین بنا این مدقنا ولا یرانا. گفت دختری ساده، همین مردم نمیبینی همش در شیر آب میاندازن، همه آمیخته میکنن شیره. بداز آب نترس. در این شب گفت امیر المؤمنین مست خوابه ای که جا میدونه که ما چیکار کردیم، نمیشنم و ما را میبینم. در جواب دختره گفت این کان امیر المؤمنین لا یرانا فرب امیر المؤمنین یرانا یا الله. مادر جان گفت این فرض امیر المؤمنین ما را نمیبینم، مخلوق است،
اما خدای امیرالمؤمنین ما را میبینه کن. از خدای امیرالمؤمنین خدا پنهان کرده میدانی. حالا در پیش خدا چی جواب میگوی؟ برای این خیانت، برای این خشیت میکنی. حضرت عمر گریان شد. خود که عادل بود، عدلش در سراسر عالم منتشر شده بود، گریان شد. آمد نماز بامداد خواند، خانه‌اش آمد، پسری داشت با نام قاسم که هنوز زندار نبود. پسرش امر کرد که پسرم کبرا تفحص کن، در فلان محله فلان خانه کی زندگی میکنه. پسر آمد گفت پدرجان یک زن است میوزن همراه یک دخترش زندگی میکند، کسی دیگر نداره. گفت اذهب یا بنی فتزوجها و ما اراها الا مبارکه و لعلها تلید ولدا یسود العرب. پسر جان گفت از من بطی یک نصیحت، تیز تازان برا به خودشون در آو ازدواج که با دختر خواستگاریش کن. تو زن نداری. در این دختر من خیر و برکت زیاد مشاهده میکنم. انشاءالله این دختری مبارکه و امید دارم از پروردگار بزرگ که فرزند تولد کنه که تمام عربا را سیادت کنه، تمام اعراب قیادت و سیادت رهبری کنه. عاصم هم سخن پدرش در زمین اما اگر چنده که دختره کمغل بود، این بای بچه ها عادتا دختری بای میکنند. رفت در آمریکا کرد، دختر آمد. ببینه تضاد ببینه که اسلام در جامعه چی آورد. مادر او دختر در زمان جاهلیت تولد شده تربیه یافته. در زمان جاهلیت شاید بعدا اسلام آورده، اما این دخترک زاده اسلام بود. در اسلام تولد شده است، در اسلام تربیه یافته است، خاصتا در مدینه منوره که مکان پاکان، مکان عزیزان بود و هست. اگر تفاوتی بین زن و دخترش ببینید چی قدر است. ببین تفاوتی را از کجاست تا به کجا. پس تربیه، تعلیم ببینه که انسان چگونه تغییر میدهد. برادرای عزیز، چند پیشتر در یک معرکه نشسته بودیم، همین نزدیکی ها، روزهای نزدیک، یک مشتفع در اومد 80 ساله شاید باشد، شاید 80 هم 30 سالش بلند باشد. آمد نشست احوال پرسیش کرده. بعد گفتم بابا در کدام مسجد نماز میخونی؟ گفت من مسجد نمیرم، نعوذ بالله ما مسجد دوست نمیدارم. اما سخنی را که گفت است من مخلص میخواد. پسرش حتی خجالت کشید، شرم داشت. گفت مقصد این همون مسجدی هست که در پیش بیرای استقامتی ماست که یک وگان است، در همونجا نماز میخونم. مسجد خشندارم و دوست ندارم گفتنش غرضش همون وگان هست. اما این مسافر ده شرم توضیح تو بسته. مسجد میرم چی میشنوم؟ چی بگم؟ اگر در مسجد یک بشنوم من در خانه 100 میخونم. ببینید نصیحتش میکنم که بابا فضیلت نماز مسجد به حدیث که فلان و فلان حدیث میخوام بیارم. میگم میدونم. میگم پورا چی میگوی؟ عامش میدونم. امامای مسجد ها نمیدونم که کدام سوره کی نازل شده است، چه خیلی نازل شده است. من ایواد مقصد بهتر میدونم. بیران در مسجد چکو میکنم. سبحان الله، خبر امام شوقی اینقدر قولین باشی مردم تعلیم که در مسجد صلاحاشون کلام میبندن. باور کنه به یک بغض و به یک خدارت نسبت ملاها گم بزنه که انسان در تعجب میمونه. های بابا گفتیم افسوس و صد افسوس که تمام علم نداریم. اگر علم داشتیم تری سفسطه نمیگفتیم. اگر معرکه به جای سخت گفتن نبود، اما یک موعظه کردیم و بعضی خحر غضب خودمون فرو بردیم نباشد این را میکفیم. بیا گفتم تو جوانها را در مسجد ببین، محبت جوانها را به مسجد ببین. مسجد خانه خدا است، پاکترین و مقدسترین مکان در روی زمین است. وای وای به حال شخصی که میگم من مسجد را دوست ندارم. خاکی لحد دوست نداری آخی. ببینید الحمدلله گفتم جوانای ما تربیه اسلامی دیدن، در تحت
وقتی موعظه ها بزرگ شدستیم برای همین پاکیزه و تازه شدیم جای باور جای شکرگزاری پروردگار است که الحمدلله اکثر مسجد جوانان تشکیل میکنه. حتی در حال غضب گفتم این ما و شماها گفتم در همون زمان کمونیستی کلان شدیم خیام همون کمونیستی شدیم دنده کمونیستی جوشیدیم قیام شدیم اما این جوانان الحمدلله پاکیزه و تازه ببینید سخن یک مرده که 80 ساله اکنون فهمیدید که امر و معروف و نهی از منکر چقدر برای مردم مهم است. اکنون فهمیدید که دعوت اسلامی برای مردم چقدر مهم است. دلهای بیمار را شفا میبخشد، تازه میکند، دلهای زنگار بسته را تازه و تمیز میکند، سیخل میدهد. همون مسافر از همین چیزا دور است و بعد قهرم کرده برداشتی. حتی در یک مسئله شرعی دعوا را برداشت که کسی که دندان چیلو داره نمازش درست نیست. گفتیم بابا چی داری سخن را بگوی؟ میدونم شنیدم خوندم تو معیم بکن شخص از کجا خوندی؟ گفتم فارسی را خونده میتونی البته خدایی قدر دعوا با همه که کتاب بیارم در دستت بتم که در اونجا کنکریت را سوال اومدگی است مسئله حکم دندان چیلا جوابش گفته شدگی است در کتاب فتاوا. تو با فکرم گفتم فارسی خوان هستی خیلی شاید عربی را نداری فارسی خوان هستی کتابت بیارم نمیگه فارسی خونده نمیتونه. سبحان الله تو قولی تفتازانی بدی یک 10 دقیقه پیش شو کردی باید فارسی را خونده نمیتونی. بعد مسئله خورباکا و ماهی را براش دادیم. مسئله خورباکا و ماهی را میدونه و یک روز را مشکل در خودتون میشود. در یک چاه یک خورباکا میزیست. بیچاره از همون زمان کف لیزک بودنش در چاه تولد شده است. خورباکای بزرگ شد. از همون چاه بیرون یکان جا را ندیده بود یکان چیزا نمیدانست. برای او را تمام عالم همون چاهش بود. سال آبخیزی می شود آب بلند می شود آبی دریا در همین چاه برابر می شود. یک ماهی بیچاره رحم کرده در درون چاه می رفته. بعد آب پس می شود که از چاه اومده نمیتونه میمونه در درون چاه و از روی ظلمت به همون خورباکا انس میگیره و رفیق می شوند. یک روز هر دو نشسته بودن خورباکا که برادرت از وطنات قصه کن در کجاها زندگی میکنید؟ وطن شما چی رنگ است؟ چی شکل است؟ ماهی گفت برادر عزیز گفت من در وطن آبهای ناپیدا کنار زندگی میکنم. خورباکا خیلی یازانی هم کرده خورباکا بعضا شما میجوزونم گفت همه قدر هست؟ گفت ای برادر در او وطن ما اگر نیست تا شب شینا کنیم و ساحلش نمیرسیم همه قدر کلاه خورباکا گوته زده در روی چاه 1-2 متر فرو رفت گفت همه قدر هست؟ گفت ای مادام آخی آبی چاهیده در نزدی آبی وطن من مثل یک قطره باران بفهمی این چی وطنه در یک جای کم جا گرفته تو دنیای روشن ندیده یالی خورباکای بیچاره از همون چاه بیرونی جا ندیده است آخی گفت تو دروغ بگوی در پیش من دیگر سفسطه‌گویی نکرد خدا بگیره ختم وطن تبدیه تعریف وطن نکنه بشه و این احمق چی بگو که بیچاره ماهی اتفاق ازیدی باز همه آب بلند شد آب خیزی شد آب اصلا چاک برابر اومد ماهی خورباکا را گفت بیا یک بجه برای دنیای روشن ابدی نخ رسید در دنیا چاک ماهی پیش خورباکا از کفو از چاه اومدن در دریا آموخته شدن خورباکا در دریا شناکنان به اومد دید که توشند دریا وسیع شدسته در دهشت افتاد بعد خشه طرفی ساحل کشید ماهی را دیگه خدا داد است شکرم میپره و میجه بالاش کنم میکنه پایان از قطار خورباکا آمد گفت برادر خشم میگریزی ولی همه آب در وطن ما میره و میریزد ولی نرسید از پا برنده وطن آنشان تو ما را دروگو برآوردی اما خورباکای در ترس تعلقه دیده خشه به ساحل کشید گفتم برادر همه حکم ختم با حکم همه خورباکا را میمونه و یک چای تنگ و تاریک نوک اومده که ما میکنی که تمام عالم میدونم میرم الحمدلله
الحمدلله شکرانه نعمت خدا که امروز مسجدهای آبادان داریم، امر به معروف و نهی از منکر داریم، جوانای صالح و زیبا داریم. این بسیار دولت بزرگ است. ببینید همین دعوت، تبلیغ، نصیحت اما که دخترای صالحه و پسرای صالحه به کمال برسونند. مثل همون دخترکی که حضرت عمر دیدش. عاصم دختر بزنی کرد و بعد چند خداوند یک فرزندک براش عطا کرد، یک دخترک که با نام لیلا در تاریخ نامش آمده است و کنیه داشت عاصم. کنیه‌اش عاصم است. بسیار دخترک صالحه. تصور کنید که ای فرزند حضرت عمر و دختر به این پاکی و تازگی که مادر خودش نصیحت میکند که مادر جان وقتی اگر امیرالمؤمنین نبیندم خدای امیرالمؤمنین ببیند. تصور کنید که چی فرزند پیدا میشود. بسیار دختر صالحه و پاکیزه و آوازه و دروازه صالحگیش، پاکیش، عبادت و تقواش و گوش عبدالعزیز رسید که جوان بود، پسر مروان ابن حکم که از حکمای دور بود، از حاکمان دور خود بود مروان ابن حکم. عبدالعزیز در حال خواستگاری کرده او را زن کرد و خداوند از این مکان براش پسر داد که با افتخار نام بابای بزرگش عمر نامگذاری شد. عمرش کن کرد اما پسر داد. هزار امید و آرزو. ببینه وقتی که شخص به امید و آرزو برای فرزند نام نیک میگذارد، انشاءالله خدای تعالی در عمر این فرزند برکت عطا میکنه. و همه عمر بزرگ میشه در عبادت خدا. این خیلی مادری صالحه که داشته باشد پسر و بتونه که فاسق شود. کودک اساسا تربیت مادر هم میبیند، در دامن مادر بزرگ میشود. مادر از خودی تعلیمش میده، نمازخوانش کرده بود، قرآن خوانش کرده بود، از اسلام آگاهش کرده بود. یک روز مادر در آمد که پسرک خورد 4-5 ساله گریه دارد در گروه جوی نماز. گفت ما یبکی کیا بنیا، پسر جان گفت که چه سبب گریه ایت شد؟ چرا گریه میکنی؟ یوان جا دست میکنه. گفت لا شیء یا الله انما ذکرت الموت. مادر جان گفت هیچی، یوان جا دست نمیکنه و یاد مرگ غلطی کنم که در پیش خدا چی جواب بگفته باشم. برای این نعمت زندگی، برای این نعمت اسلام چی میگفته باشم؟ پسر 4-5 ساله و یاد مرگ غلطی است. مادرش هم گریه میشه، مادرش هم گریه است. سبحان الله، سبحان الله. کودکی که از خوری و یاد مرگ بزرگ شود تصور کنه که چی کار میشود. حضرت بعضی که بزرگتر شد گفت ما کذبت مذ شددت ایزاری و علمت ان الکذب یزار و اهله. گفتم چرا تو دروغ نمیگوی؟ چی شد که دروغ بس کرد؟ دروغ نمیگوی. مردمی زمان همه با دروغگویی مشغول هستند، تو دروغ نمیگوی. گفت از همون زمانی که ایزار را به دست خود بستن یاد گرفتم، از زمانی که همون ایزار خود را به دست قبیله میدونستم، دروغ نگفتم. دانستم میگه که این دروغ و صاحبش فقط زیان و ضرر میرسونه، حتی در دنیا و هم در آخرت. تصور کنید در هنگام حج روز امروز به روی حرم نشسته بودیم، یک پسر از همین محله کچینه و همراه بود در حج بود، همراه مادرش. پسر جوان است، شاید 18 ساله باشه. دانشجوی کورس اول است. یک مسافر حضر شوخی داره که بچم که رفته دیگه که نامعقولی های جوانی را بس کرد، تو حاجی شدی نبادا تو همون خواه پیشینه تو درون. گفت بابا کدو کارا، این موقع دختربازی ها و دخترها قرد دادن. گفت در خانه خدا هستم، قسم بنام الله گفت تا به حال به یکان زنی بیگانه به چشم شهوت نگاه کنه نیستم. این جواب این خشو به حالی مادر، خشو به حالی مادر همه یک کودک تربیت کرده باشد. گفتم که رفتی در حال پدر قبول زنت میکرد. گفت داملو ایزان میکشم خجالت میکرد، خیلی پیش پدر بگو زنم میده.
خیلی گفتم یه روز تو یک معرکچه خوب که ما را دعوت ما خیلی بگیم خدا نگه بداره ای مسئولیسی شیطان خوشو بخواه انا جوان مرد رو بلچ که نشه و پسرک وقتی که کلانتر شد خلیفه زمان عبدالملک ابن مروان که عمک عمر ابن عبدالعزیز میشد پدر او را والی مصر تعیین کرد و برای ولایت به مصر فرستاد. تصور کنید دولت اسلامی به حد کلان بود که همین مصر که امروز یکی از مملکت‌های نهایت کلان یکی از کلان‌ترین دولت‌های اسلامی حساب می‌شود در اون زمان یک ولایت والی داشت. والی مصر عبدالعزیزی پدر عمر شد. عبدالعزیز خودش از همون جوانیش طلب علم شوق رغبت زیاد داشت. با ناموس بود، با عار بود. همین آدمی که ناموس و عار داشته باشد خداوند البته که برای هدایت شد. البته که در زندگیش با امید و آرزوهاش میرسد. تصور کنید که عبدالعزیز پسر مروان حاکم بچه از خوردی در نوش و نعمت کلان شدگی مثل هم دیگر یار و رفقاش با طلب علم مشغول نبود بی سواد کلان شده بود سواد کلری نداشت یک روز یک آدم نزد شکایت می آید همون ناموس داشت کار داشت نزد شکایت می آید و از خطن خود شکایت میکنه از دامادش که همین داماد جیگر ریخته مقصد هم میتر بیعدالتی میکنه نسبتی دختران این سوالش کرد گفت و من خطنک اون مردم آقا تعجب نگاهش کرد گفت خطننی الخاطی الذی یختن الناس پرسیدش گفت کی ختنت کرده است گفت حیران شد که ختنه من اینجا چی دخل داره یا درباره داماد و میروی مردم میگه ترخی که ختنه کرده است گفت همون استای ختنگر ختم کردن و یکی دیگر را ختم بکنم گفت اینما اسألک عن اسم ختنک من تر از نام ختنت پرسیدستم از نام داماد یعنی به حد بیسواد بود که حتی همون حرکات همون اعرابت جواجه داشته نمیتونست اسمی را که باید مرفوع خونده میشه این نصبش کرد و من ختنک فعل شد فرکی ختنه کرده است این مردم نصیحتش کرد گفت ایران کان ینبغی ان تقول من ختنک خب بعد نمیگوی که ختن اینجا کی است تو بگوی ترکی ختنه کرده است ببینه یک حرکت اگر دیگر کنی چقدر معمول دیگه میشه همین قدر خجالت کشید ایزا کشید و معار و بناموس بود 3 سال تعلیم علم نحوی عربی گرفته است و عاقبت الامر یکی از بلیغا یکی از بلغای زمان خود شد زبان عربی را به حد فصحی می‌دانست که حتی شاعرها به او حسد می‌بودند خبرش هم که با غیرت بود میخواست به مصر برود پسرش گفت پسر جان تا همراه من به مصر می‌رویم گفت پدر اگر اجازت باشه مرا به مدینه بفرست به مدینه رسول زیرا در اینجا بزرگواران هستند زیرا اونجا وطن مادرم است میخواهم که در نزد بزرگان تعلیم علم بگیرم در مصر چی بکنم مصر کجا رو و پدرم به مدینه آوردش در شهر مدینه الحمدلله علمای بزرگ اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم بسیار کم شده بودن اندک مردن اما بودن و علمای تابعین مثل طاووس سعید ابن مسیب صالح ابن کیسان و غیره و هکذاها بزرگای اسلام زندگی میکردن پدر آورد و در تحت سرپرستی صالح ابن کیسان را گذاشت تا اینکه تدریسش کنند تعلیمش کنند درسش میگفت صالح ابن کیسان رحمه الله یک روز پسر به نماز جماعت دیر کرد خفا ماند پرسیدش که چرا تو نماز جماعت در وقتش نآمدی بخونی دیر کردی گفت سر مشانه میکرد همون دایم اگه مادرش که نبود دایه داشت که پسری باری است از همین خاطر دیر شد نخواد گفت موی سر برای تر از نماز بالاتر باشه و از بس که مسئول بود موظف بود
پدرش امر کرده بود و صالح ابن کیسان که هر چیزی کشید حتما بنویس مرا خبر کن اگر یکم کج رفتاری میبینی. همه مکتوب نوشت و مصر فرستاد که یک نماز جماعت تصور کنه پسرک خوب پسری 6-7 ساله نماز جماعت تأخیر کرد و خاطر همون شانه کردن سر. خبرش شخص میفرسته مخصوص از مصر آمد یکم گفت مدرسه سر اینگه تباشه منبر کو برای تو پولی سر نیست سرش کل میکنه تا اینکه از نماز گیر نکنه مرد به همون مویه که صاحب شد از نماز باز میدورن و این پسر بزرگ میشه و همین طریق و همین شکل و همین بزرگی تعلیم میگرفت در اطرافش بزرگوهی بودن بسیار شخصی با تقوا بود اما از بس که در خانواده میزیست که نسبت حضرت علی و فرزندان علی و اهل بیت او دشمنی و عداوت داشتن بیچاره همه علم از صاحب خانه‌هاشو کسب میکرد گمان میبود که همه علی خطا کرده است نعوذ بالله باره از زبانش برآمده است و اون پسرک که ولی خور به جوان بود گفت علی خطا کرد و غضب خدا گرفتار شد. این سخن به یکی از استاداش عبیدالله ابن عبدالله ابن عتبه رسید. بسیار ناراحت شد مسافر. وقتی که پسرک نزدش درسخوانی می اومد درس گرفت قبولش نکرد. چند انتظار کشید باری دوم و سوم اومد دید که قبولش نمیکنه. بعد رفت در مسجد نبوی نشست منتظر استاد. وقتی که نماز فرض خلاص کردن اومد شیشتی و استاد گفت من چند شد میام قبول نمیکنی درس نمیگوی. با غضب به طرف همون طفلک نگاه کرد. گفت متى بلغك ان الله سخط على اهل بدر بعد ان رضی عنهم. تو کودک گفت از کجا فهمیدی کی به خبر داد که خدای بزرگ بر اهل بدر خشم گرفته است غضب کرده است؟ خدایی که رضایی خش از اهل بدر در قرآن بزرگش بیان میکند تا از کجا دانستی که بر اهل بدر که علی رضی الله عنه یکی از اون قهرمانای بدر است غضب کرده است؟ گفت توبه کردم یا استاد گوشاشم کشید. گفت در برای علی معلومات ندارم برای معلوماتی. بعد استاد تعلیمش داد از حیات حضرت علی از کارنامه‌هاش از بزرگی‌هاش از خدمت‌هاش و همه کودک تصور کرده که در چنین یک محیط بزرگ شد دیگر پروایی که با کاری مردم نداشت. یک روز در حضور امیرالمؤمنین در حضور ولید ابن عبدالملک پسر عمکش که پادشاه بود سوالش کردن که زاهی ترین مردم چی کس است؟ تو کی را زاهی ترین مردم میدونی؟ گفت ازهد الناس فی دنیا علی ابن ابی طالب. زاهی ترین شخص در روی دنیا علی است حضرت علی. شخصی که دشمن این خاندان بود جوانمرد ببینه که ما ترسانه اگر شخص گفت زاهی ترین شخص علی ابن ابی طالب است. اگر برای تو حجت در کار باشه اثبات میکنی. همه دیگه شاک شدن ما تحصیل تربیه را ببینید تا کجاست. واقعا این کار در زمانی بود که در کوچه و بازارها علی حضرت علی را دشمن حقارت میکردن. غیر صحابه پیغمبر کسی جرأت نمیکرد که از حضرت علی و از نام پاکش پشتیبانی کنند. همین خیلی از زمانی در حضرت عمر بن عبدالعزیز نشست زندگی میکرد. به این جرأت را ببینید. زمان فتنه ها بود، زمان خطاها بود، زمان بود که مردم را بی‌سرانجام کرده بودند، زمان بود که مردم را به سوی دوستان خدا اولیاء الله میشوراندند. یا تا باشه من یک قصه براتون کرده بودم که چین حضرت علی را در مدینه رسول در شهر پیغمبر داشت و حقارت میکرد. مردی همه خاموش ایستادند. یک بار دیگه به یادتون برسونم زیرا که خشایت سخنی نقص به تکرار. ولی سخن باید به تکرار و به تکرار گفته شود تا به ذهن مردم بشیند تا مردم از روی یک منفعت برده توانند. قیس ابن ابی حازم روایت میکند میگوید داخل مدینه شدم دیدم مردم یک شخصی را احاطه کردند
او بالای اسب نشسته است و حضرت علی را به شام حقارت می‌دهد. مردم میگه در اطراف ایستاده، به جرأتانه، به ناموسانه، همه خاموش، لب بسته و این بدگهر بدبخت حضرت علی را به بدترین سخنها در شام سقط گفته. ناخست حضرت سعد بن ابی وقاص نازل شد، صحابی پیغمبر. آمد پرسید ما هذا، این چی اجتماع است؟ گفت چی گیر کرده این مملکت؟ شخصی گفت هذا رجل یشتم علی بن ابی طالب. این مرد گفت علی پسر ابو طالب در شما حقارت کرده، جانی سعد زد برون واجب ما مرحمت کنید. جانی سعد تصور کنه که حضرت علی را که از زمره مسلمانان اول است، از حد اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم است، یک شخص قایب شود و در شام حقارت کرد. همه مردم ترسیدگی، همه آرام، همه خاموش. آمد از لجام اسبی او مردی فاسق گرفت، گفت یا هادا علی ما تشتم علی ابن ابی طالب. ای بدگهر، گفت تو چرا علی پسر ابو طالب را دشنام میدی؟ تو را چی حکم داده است که حضرت علی را دشنام بدی؟ علم یکن اول من اسلم. حضرت علی از زمره این شخصایی نبود که اول شده مسلمان شد، اول شده اسلام قبول کرد. علم یکن اول من سلم مع رسول الله صلی الله علیه و سلم.